سلام درودی گرم، حالتون چطوره؟ حال دلتون همیشه عالی عالی باشه. نمیدونم کیا یادشونه دقیقا، ولی یه زمانی وقتی کیس میخریدی هر چقدر گیمینگ بود اون پوسته و روش و این داستانا اصلا اهمیتی نداشت. یعنی تنها چیزی بود که هیچکی بهش فکر نمیکرد. قطعاتو میرفتن بالا پایینش میکردن، داستانش میکردن، ولی کسی به کیس فکر نمیکرد چه مدلی بگیرم، چه رنگی بگیرم، با چه امکاناتی بگیرم. حالا کیس هم واسه خودش اومده اینجا شاخ شده، داستان شده، مأموریت شده. مستر تک G200 مستر تک مان. کیسو که در آوردین توش همونجور که میبینید موزه، دقیقا اینجوری به شکل موزی کیسو به شما تحویل میدن که ما میخوایم بریم از حالت موز درش بیاریم تبدیل به حالت کیس بکنیمش. G200 به همراه دو تا فن RGB عرضه شده. این فن ها سوکت 6 پین دارن که دیگه نیازی نیست به مادربرد یا پاور بخواید وصلش کنید. شما اینو مستقیما به هاب مرکزی که اینجا میبینید وصلش میکنید و به کمک اون ریموت میتونید به راحتی کنترلش کنید و طرحهای RGB مورد نظرتون رو پیاده سازی کنید. نه تنها مشتریای ایرانی بلکه مشتریای خارجی هم با خرید کیس‌های خارجی معتقدن که کیس‌ها خیلی نازک شده، راحت خم میشه. آره همینطوره، ولی سوال من اینه مگه ما میخوایم با این کیسا بریم جنگ؟ آقا این مانترا فقط به یه فن با رنگ LED آبی ثابت مجهز شده و عرضه میشه. چی شده؟ نمیدونم. خلاصه این هم فضای داخلی مانترا که بخش پاورش کاملا پوشیده است و سقفش هم به همین شکل. سقف G200 به صورت تبادل فضا با هوا و همونجور که میبینید با دما با بله همونجور که میبینید یه آهنربا LED هم داره. LED که نداره، آهنربا داره، راحت برداشته میشه و دوباره سر جاش گذاشته میشه و این هم مجددا فضای داخلی G200. براکت هارد در G200 با یک نوار پلاستیکی برای جلوگیری از لغزش مجهز و تجهیز الممازل. بله دیگه اینجوری شده که خیلی خوبه، جلوی لرزش رو میگیره. ناحیه عقبی چی شد؟ ناحیه عقبی بلش کن. خب این براکت هارد مانترا هستش که همونطور که میبینید دیگه خبری از اون نواره پلاستیکی نیست. البته مشکلی هم ایجاد نمیکنه. پنل جلویی مانترا مجهز شده به یک عدد USB نسخه سوم و دو تا USB نسخه 2. کیفیت ساخت پنل جلویی قابل قبوله و لوگو مستر تک به صورت چاپی روی پنل مانترا قرار گرفته. پنل G200 به 2 عدد پورت USB نسخه سوم، 2 عدد پورت USB نسخه دوم و در این قسمت پایینی یک نوار LED ثابت. کیفیت ساخت پنل جلویی هست که لوگو مستر تک این بار به صورت 3 بعدی قرار گرفت. بریم به سراغ تجربه اسمبل G200. اگر مثل من برای اسمبل از مادربرد سایز ATX استفاده کنید، باید بهتون بگم که اون دو تا سوراخ پایینی کابل منیجمنت کاملا زیر مادربرد پوشیده میشه و این یه مقدار کارو سخت میکنه. تقریبا روی هر دو مدل مانترا و G200 این مشکل کابل منیجمنت وجود داره.
در صورتی که از سیستم لیکوید کولر یا خنک کننده مایع استفاده می کنید، برای بهینه بودن سیستم خنک کننده مجبور میشید دو محفظه SSD جلویی رو بردارید تا موقعیت لیکوید کولر به صورت صحیح اجرا بشه. در ارتباط با محل صحیح نصب لیکوید کولر یه ویدیو وجود داره، میتونید از بخش پیشنهادات ویدیو نصب صحیح لیکوید کولر رو ببینید. G220 به خوبی از کارت گرافیک های بزرگ پشتیبانی میکنه. همونطور که میبینید کارت گرافیک مورد استفاده ما حدود 30 سانتی متر طول داره که به خوبی در G220 جا میشه و هیچ تداخلی هم با سیستم لیکوید کولرمون نداره. البته اگر لیکوید کولر بزرگتری استفاده کنید، مثلا لیکوید های 2 فن یا 3 فن، احتمال اینکه با گرافیک به مشکل بخورید در این ابعاد وجود داره. بریم که داشته باشیم نسخه نهایی. جمع‌بندی در مورد G220 کیس مناسبیه. درب روی کیس G220 از جنس شیشه حرارت دیده و تقریبا یه چیزی حدود 30% دودیه. روی G220 یه فیلتر گرد و غبار پلاستیکی نصب شده، اما این فیلتر گرد و غبار اونقدر موثر و کارآمد نیست که قابل اتکا باشه. برای اسمبل G220 من فیلترهای گرد و غبار جانبی تهیه کردم. برای اسمبل مانترا هم از مادربرد با سایز ATX استفاده کردم که همونطور که میبینید مانترا چندان برای مادربردهای ATX مناسب نیست و بهتر مانترا رو با مادربردهای میکرو ATX که یک لول از این کوچیک‌تر استفاده کنید تا فضای بهینه‌ای برای کابل منیجمنت داشته باشید. با توجه به اینکه مانترا 2 محفظه هارد داره، من هارد سوم رو این بالا قرار دادم. بریم برای نسخه نهایی. ستاپ مانترا با سیستم لیکوید کولر و مادربرد ATX که نتیجه بهتری رو به ما میده. به صورت کلی مانترا یک کیس جمع و جوره. گردش هوای مانترا چنگی به دل نمیزنه و قطعات مستعد گرم شدن و به خصوص تو فصل تابستونا به شدت کیس داغیه. درب روی مانترا شیشه نیستش و از تلق استفاده شده. تلقی که به شدت مستعد جذب موضوع مشترکی که بین کیس‌های مسترتک وجود داره و واقعا لازمه که مسترتک یه فکری به حالش بکنه، سیستم فیلتر گرد و غباره. فنهای مورد استفاده مسترتک تا اینجا قابل قبول و بدون سرصدا اضافی بوده. جمع‌بندی و به صورت کلی کیس های مسترتک کیس های در حد استاندارد لازم هستن، میشه روشون حساب کرد، اما به هر حال ترفندهای خودشو توی اسمبل و مدیریت کابل ها و اینجور داستان ها داره. در مقابل قیمتش اوکیه، یه چیز اقتصادیه. خب به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمکی کرده باشه. زودتر تصمیمتون رو بگیرید و کیس رو سرجم کنید و مرسی که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. مراقب خودتون باشید. تا دیداری دیگر، بدرود.